هذا النور شفاء صدور. شبی توی عروسی عروس جان را به حق تسلیم کرد. لباس سفیدی عروسیش مبدل به کفن شد و سواره ماشین عروسیش مبدل به تابوت شد. تا به آخر خوب گوش کن، خود شاهد می شوی. یک دختر مسلمانه بعد از اینکه نماز عصر را ادا کرد، چونکه شب توی عروسیش بود، خود را آرایش کرد و لباس سفیدی عروسیش را ببر کرد و برای توی آماده شد. در همین وقت اذان نماز شام به گوشش رسید و میدانست که وضوء ندارد، یعنی طهارت ندارد. دختر به مادرش گفت: مادر جان، من باید وضوء بگیرم، یعنی طهارت بگیرم و آماده نماز شام شد، نماز را ادا میکنم. مادرش در تعجب مانده در پاسخ گفت: مگر تو دیوانه شدی؟ مهمانان منتظر تو هستند و میخواهند عروس زیبا را ببینند. اگر وضوء کنی، یعنی طهارت کنی، آرایشت با آب شسته خراب می شود. مادر دخترش را امر کرده گفت: من مادر تو هستم و به تو امر میکنم که نباید حالا نماز بخوانی، وگرنه با تو دیگر قهری می شوم. جوان دختر گفت: قسم به ذات پروردگارم که تا نمازم را نخوانم از خانه بیرون نمی روم. مادر جان، شما این را بدانید که نباید به خاطر اطاعتی از مخلوق نافرمانی خالق خویش را بکنیم. مادرش در جواب گفت: این مهمانان که در توی عروسیت آمدن، وقتی تو را بدون آرایش ببینند چی میگویند و عروسی به آرایش در نظرشان بیزه و نامقبول معلوم می شود و تو را مسخرت میکنند. دختر تبسم کرده گفت: مادر جان، شما با این تشویشید که من در نظر مخلوق خوب و زیبا معلوم شوم و در نظر خالق یکتا بسیار زشت معلوم شوم و اینکه با بینمازی از رحمت الله به نصیب می شوم. مادر جان، من تشویش از آن دارم که اگر نمازم را ادا نکرده نمازم قضا شود، از نظر و رحمت الله دور میمانم. بالاخره جوان دختر شروع به وضوء گرفتن کرد، یعنی طهارت کردن گرفت و در فکر آرایشم نشد. بعد از وضوء، یعنی بعد از طهارت، جوان دختر مؤمنه شروع به نماز کرد و نمیدانست که آخرین سجده او در پیشگاه خدا است و آخرین سجده اوست. بله، خواهر مسلمان در وقت سجده کردن جان را به جان آفرین تسلیم نمود. الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون. بله، مردن حق است. در حقیقت چه زیباست عشق حقیقی که در شب عروسی به دیدار معشوق بروی. ای خواهران و برادران مسلمان، آیا میدونید که مرگ چه وقت و کدام ساعت و کدام شب و روز در کدام حالت سراغت می آید؟ نه، نمیدونید. پس به نمازی را چرا اختیار کردی؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند نزدیکترین حالت بنده به الله در وقت سجده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.